روز بخیر، صبح بخیر دوستان عزیز. اینجا سر میکنم رو عیان صبحونه تیار کردم و در اینجا نمیقه گوشت آورده همسویه. نمیدونم برای یکون خیره چه هم همسویه تقسیم کرده. گوشتی گوسپند، بوی گوسپند نمیقه اومده است که بعد با دنونه نمیقه گوشت چه صدقه کرده نمیدونم. خدا صدقش قبول کنه. همه همسایه دارم قیب گوشت دارم. دوستان عزیز با ما بازار رفته بودم برای فریزه گفتیم تربوز رو نقشه بینم. دیدم جده همیش 25 سم بود، جده 10 سم بود. ریزه بتونم نه پامیدور جده 9 سم، جده 13 سم. شکر 10 سم خانگه. این هم گوشتی همسایه دادگه. کارتشکا 3.5 5 سم. خیلی بودرنگ 2.5 سم. گلکرم دیگه نموداش 5 سومی. این نمیدونم یا جدا ابتایی بود 1 سومی کیلوش. 2 کیلو گفتم. از یا قاطی با گلکرم میکنم. از میبرم. دوستان عزیز اما که همون گوشتای همسایه رو بگیره یا البته کنم برای بودکو. میخوری زارد میکنم بود بگیرمش. میخوام یک کم ترک بروکلی اندازیم، پامیدور، برگلی و کارتشکا و پیاز. اگه بروکلی را همش میو گلکرم یا یک قشر دختنی کم ترک شد فریزه ناز میگنه برای همه. این دوستای عزیز یک دو تا همین گلکرم هم دختم تف دادمشونه کم تر آب میاندازم کرشکش محکم میکنم. اینقدر توشید میکنم شد یا نیم ساعت توشید میکنم بعد میکشم شد آوا تا همجاش میدازم ده همین محصولات رو بپوشونم. از میاندازم با نشون میکنم تو چند تا میاندازم. نمک پرپروا همه چی دختم شد. اونم خیلی آب دختم محکم میکنم روشا میمونم با پخت با نشون میتونم. دوستای عزیز اونم خیلی خوراکمون تیار شد. از میبردارم دلالی. اونم خیلی تیار شد. با ما اشتیای تام کسی خورده ایسته باشه با شما اشتیای تام همه چیش مولای مکشیده. نمیخیل دوستای عزیز ما در اینجا بروکلی را نمی سویدنوی چی میگن کپوستی گلکرم جوشونده استم و جوشونم یک کم ترک سالاد کنم کم ترک بپزه خیلی پالینه و کم ترک بپزه یک سالاد کنم میگم یمی گلکرم با پامیدور و بودرین گشنیج عزیز ایالا خیلی پخته نه پختک در آبش ماندگی بودم بعد چکده اینجا سه بودرنگ دو پامیدور رو بعد با کراب گرفتم بازی همش ریزه کده میدازم با یک پیازم در روغن بریون میکنم ای بولاشم با میریزم ایورا نمک کدگیم اینمی فریزم نغز میبینه این بروکلی را همین گلکرم به هیچی با هیچی میخوره این نمک کدگیم برای ما شرطوقه که با مزه کیولیش نمی خیلی همش یک جایه کدام همش یک جایه کدام وزی نمک کدام یک جایه میکنم بعد چی میکنم نشان میتونم با پیاز در بالاشم بریزم نریزم امیده حیرانم. نمی خیلی آمخته کدام نه پیازشم جارید کدام من که یک جایه میکنم سالاد تیار میشه. در اینجا ویدیو رو به پایان میرسانیم تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشید. از ایوز پایان نمیرسانیم ولی دلالی بگیریم نشان بده. ولی خیلیش میگه که نشان ندادی با خیلیش میگه به مدنیتی برای ما بیاخمونه که با مدنیت گرفته دلالی چه خوش رو نشان بدیم. روزی فریزه ده میتیه میچشه توش نه توش نه تیار کنن آدمو تا تو تیار کنی
آدم تیار بتونن مالش خیلی بگو تو ویدیوی آینده بود تو ویدیوی آینده میخورید یا مالش خیلی دوستای عزیز در اینجا ویدیو رو به پایان میرسونیم تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشه خدا نگهداری هر یکی ما و شما